صدها مرتبه شما خود شنیده. براتون نمیگه که رفع الیدین منسوخ است؟ براتون نمیگه که دنبای اسب باری بالا میکنی؟ اگر کسی ادنا عقل داشته باشه، اگر کسی ادنا عقل داشته باشه، زیاد نی، کمک عقل داشته باشه، اگر رسول الله رفع الیدین تشبیهش به دنبای اسب بده، در اولی نماز رفع الیدین نیستی؟ چطور اگر در رکوع طوری بکنی مشابه دنب اسب میشه، اگر در اولی نماز بکنی این مشابه دنب اسب نمیشه؟ این فرق از کجا آمد؟ خود جناب محترم تو که برای ما میگی که این به مشابه دنب اسب است، تو خودت قائل هستی در تکبیرای نماز عید تو رفع الیدین میکنی، در قنوت خواندن الله اکبر میگی تو رفع الیدین میکنی، در صفا و در مروه تو رفع الیدین میکنی. باز خو عجیب است که رسول الله یک چیزی را مشابه به دنب اسب میکنه و تو را سنت میدونی؟ ای بالله قسم که کسی ادنا عقل داشته باشه، عالم نی، عالم بگذار، اوی که عالم است و حدیث میبینه، اوی که عالم است و قدر میفهمه که اسب یک دم داره یا دو دم داره، دو دم به این طور بالا میکنه یا اسب یک دم داره. او که عالم است و مسلم شریف را پس میکنه، حدیثش صحیح میکنه که حدیث در رکوع در قیام آمده یا این حدیث بعد از ختم نماز در تشهد در وقت سلام آمده که صحابه سلام دور میدادن، السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. رسول الله میبینه که دست بالا میشه، میگه در وقت سلامی کار نکنی. اوی که عالم است خواهید چیز نمیگه. ما ایران به این ماندن که یک کمک عقل داشته باشه. چطور که یک جای مشابهت با دنب اسب پیدا میکنه در جای دیگه نمیکنه؟ ولی کجا بنالیم، کجا برویم شکایت بکنیم؟ چرا اینطور است؟ به خاطری که حدیث پیغمبر به نیتی از این نمیخوانه که در این حدیث چند فایده چند مسئله است مثلش عمل بکنم، و حدیث به این خاطر میخوانه که باید یک شبهه را پیدا بکنم و 4 دانه عوام چی بکنم؟ فریب بدم. هزارا ملا براتان نگفتن که رفع الیدین منسوخ است؟ و حدیث کدام حدیث براتان میاره؟ امی حدیث براتان میاره؟ حدیث سندش ضعیف است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که طلب علم میکنه، من طلب العلم لیماری به السفهاء، کسی که علم طلب میکنه به این خاطر که سبب جنگ و عداوت و بحث و نزاع جور شود امرای مردمای نادان و بیعقل مثل که آلی هست، جار و جنجال به مردم جور کرده رویسته. آیا ما از رسول الله انکار داریم؟ نعوذ بالله. یعنی کل مسلمان ها پیغمبر قبول دارن؟ ندارن؟ قبول دارن؟ خیر نزاد کجاست که پیغمبر قبول دارن؟ پیغمبر حدیث صحیح داره یا نداره؟ کیفیت و صفت نماز بیان کرده یا نکرده؟ بیان کرده. خیر چرا رجوع نمیکنیم به کتابای حدیث بدون تعصب؟ بگذاریم اختلافه، بگذاریم که در کدام مسلک و منصب و مذهب و فلان هستی، برو در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بسینه پاک و صاف بدون زد بدون تعصب تحقیق بکن. الله این قدر علم در داده، چقدر عناد و زد اضافه شده، کثرت اختلاف بالای پیغمبرها. امروز رسول الله از امت سابقه گله داره، امروز امت خودش است. کثرت اختلاف سری پیغمبر نداریم. من یک چیز میگم و دیگر چیز میگم منسوخ شده. اگر کسی از پیش سوال بکنه که سری منسوخ عمل کردن جایز است، برات میگه که نه، نارواست. تعجب، الله این قدر عقل از پیش گرفته که یک در افغانستان برو مذهب حنفی منسوخ یا رفع الیدین نمیشه. این حرمین هر روز در تلویزیونمو جماعت ها را میبینه. این بیچاره خو حج کرده، 30,000 نفر از افغانستان همه ساله میره، همون جا را میبینه. امروز از افغانستان یک مملکت اروپا و خارج خالی نیست، مردم رفته به هر جا، به اونجا رفع الیدین نمیشه. این مردم دیوانه است که سری منسوخ عمل بکنه. خو الله که عقل میگیره و ضد انسان از جاده حق میکشه، این نمی رقم میکشه. از امو خاطر ما از پیدا شدن جنجالا خسته نیستیم. جنجال باید باشه.
الله اختلاف حتما در امت واقع کرده نیست. دعای پیغمبر قبول نشد که اختلاف امت گم شود و یکی بگوی اذیت بعضی دیگرها را نبینه. این دعای پیغمبر قبول نشده و این اختلاف به می خاطر است که کی از طرفدار حق میشه و کی طرفدار قریه میشه.